الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، محتوای صحبت فعلی ما ادامه صحبت قبلی ما هست که آن هم باشد در موضوع فضیلت توحید، فضیلت یگانه پرستی، معرفت پروردگار عالم، شناختن الله جل جلاله می باشد. در صحبت گذشته یک چند آیات قرآن کریم و احادیث شریف جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برای شما گوشرس کرده بودیم و امروز هم انشاءالله به بعضی از فضیلت‌های توحید و خداشناسی و عظمت بزرگی آن اشاره می‌کنیم و در موضوع توحید ربوبیت نیز انشاءالله صحبت آغاز می‌کنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم سبب آفریدن آسمان ها و زمین ها و سبب فرستانیدن پیامبران و سبب نازل کردن کتاب ها و سبب بسیار مخلوقاتی که بین زمین و آسمان است آن را بیان کرده. در سوره طلاق الله تعالی میگوید: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله تعالی پروردگار است که 7 قبض آسمان را و از زمین نیز مثل آسمان، یعنی 7 قبض زمین را آفرید. یتنزل الامر بینهم، بین آسمان های و زمین ها امر پروردگار، فرمان پروردگار، سخن پروردگار نازل می شود، یعنی وحی نازل می شود و امر پروردگار به باقی مخلوقات می شود. گاه آسمان را امر می کند که از خود باران به زمین دهد، گاه زمین را امر می کند که بلرزه آید یا از خود نبات بسبزاند یا نسبزاند. همین این امر پروردگار نازل می شود بین آسمان های زمین ها. 7 قبض آسمان و 7 قبض زمین خودش این یکی از بزرگترین مخلوقات است که خداوند در بسیار جایهای قرآن کریم وقتی اگر مثال آوردنی شود مخلوقات خود را بسیارتر آسمان و زمین را برای ما و شما مثال می‌آورد، زیرا این آسمان و زمین دو چیز است که ما این را می‌بینیم، به خلاف عرش پروردگار که عرش پروردگار که از نظر ما غایب است و بالای 7 قبض آسمان است و ما او را نمی‌بینیم. بنابراین الله تعالی با مخلوقاتی که می‌بینیم برای ما و شما سخن می‌کند. این قدر مخلوقات آفریدم، خدا میگه سبب چیست؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. سببش آن است که تا اینکه شما دانید که الله تعالی به همه کار قادر است. یعنی وقتی که خلق زمین، خلق آسمان رو می‌بینید، دانید که پروردگار شما به همه کار قادر است. یعنی ذاتی که اینقدر مخلوقات بزرگ را آفریده است، برای او دیگر کارهای میده آسان و سبکتر است. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. الله تعالی میگه آفریدن آسمان ها و آفریدن زمین ها از آفریدن انسانیت
عظیمتر و بزرگتر است. لخلق السماوات والارض اکبر، بزرگتر است. ظاهرش دیگه مشقت‌تر است، زیرا اونها بزرگ است. انسانی که یک حجم کوچک دارد، این زمین بزرگ، این آسمان بزرگ، این آن ذاتی که آفرید و دیگر آفریدن دیگر مخلوقات خرد قادر است و همزمان برای عذاب دادن و به بلای بد گرفتار کردن آنهایی که پروردگار عالم را دشنام میده و قادر است. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، خلق زمین و آسمان از خلق انسانیت عظیم است. و در دوامش الله تعالی گفت که ما اینقدر مخلوقات بزرگ را آفریدیم تا اینکه شما دانید که الله تعالی به همه کار قادر است. الله تعالی به همه کار قدرت او میرسد و ان الله قد احاط بكل شيء علما و الله تعالی تمام مخلوقاتش را با علمش احاطه کرده است. شما این دو صفت پروردگار را دانید، یکی قدرت پروردگار، دیگری علم پروردگار که الله تعالی به همه کار قادر است و همه چیز را میداند و تمام مخلوقاتش را 100% میداند. تا اینکه شما این دانید گفته ما اینقدر مخلوقات آفریدیم. این دلالت به فضیلت شناختن پروردگار میکند که الله تعالی اینقدر مخلوقات آفریده است تا اینکه ما به بزرگی او قائل شویم. و خلق جن و انس را نیز الله تعالی سببش را در سوره زاریات بیان کرد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جنها و انسانها را نآفریدم مگر برای عبادت آفریدم. لیوحدون. ابن عباس رضی الله عنهما پسر عمک جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مفسر قرآن، ترجمان قرآن، میگویند که لیوحدون معنای لیعبدون لیوحدون است. خدا گفت که من جنها و انسانها را فقط برای یگانه پرستی آفریدم. من جنهای زیاد را آفریدم، انسانهای زیاد را آفریدم تا اینکه آنها مرا یگانه اعتقاد کنند، یگانه مرا عبادت کنند، همراهی من دیگر کسی دیگر چیز را عبادت نکنند. گفته با همین مقصد آنها را به این دنیا آوردم تا اینکه مرا یگانه اعتقاد کنند. این دلالت به بزرگی یگانه پرستی و خداشناسی میکند که خدا با این مقصد ما شما را به این دنیا آفریده است. دیگر آیت قرآن کریم که دلالت به مهم و عظیم بودن یگانه پرستی میکند این که خداوند عزوجل وظیفه پیغمبران را که 315 رسول 124,000 پیغمبر را خداوند فرستانیده بود، وظیفه آنها را در یک آیت بیان کرده میگوید که ولقد اوحینا الیک. در دیگر آیت الله تعالی وظیفه پیغمبران را بیان کرده میگوید که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در حقیقت در هر یک امت پیغمبر فرستانیدیم، به هر یک امت در هر یک زمان و مکان پیغمبر فرستانیدیم. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظیفه پیغمبران این بود که مردم را میگفتند که ان اعبدوا الله، شما الله تعالی را یگانه اعتقاد کرده یگانه او را پرستش کنید. واجتنبوا الطاغوت، شما از پرستش دیگر مخلوقات خود را کناره‌جویی کنید. خدا را مانده با آتش عبادت نکنید، سنگ عبادت نکنید، درخت عبادت نکنید. گفته تمام پیغمبرها امتان خود را به همین دعوت میکردند. ان اعبدوا الله تعالی را یگانه شمارید و اجتنبوا الطاغوت، از عبادت کردن مخلوقات پرهیز کنید و دوری جویید. ببینید که همه پیغمبرها امتشون را به همین دعوت میکردند. دلالت به مهم بودن یگانه پرستی و گناه عظیم بودن شریک آوردن به این آیات ها دلالت میکند. و این قرآن کریم که در زیر آسمان و در بالای زمین دیگر از این قرآن دیگر کتاب مقدس و بزرگ نیست و نبود و نخواهد شد. این قرآن کریم وقتی که انسان گرفته تلاوت میکند بعد سوره فاتحه و سوره بقره در 21مین آیه سوره بقره
اولین امری که در این قرآن هست چی هست؟ خدا اول برای چی ما را فرمان داد؟ برای عبادت کدام نمود عبادت ما را امر کرد و از کدام نمود و نوع گناه اول شده خداوند ما را منع کرد؟ این کدام است؟ الله تعالی میگوید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم، ای انسان ها، پروردگارتان را عبادت کنید. اعبدوا ربکم. معنای عبادت چطوری که گفتیم در تفسیر دیگر آیات ها مفسرین کرام گفتند که لیوحدون. این قرآن کریم محترم جماعت عبارت از خبر و انشاء هست. هر چیزی که خداوند در قرآن میگوید همه آن امر نیست یا همه آن نهی و منع کردن نیست، بلکه عبارت از انشاء هم هست. یعنی انشاء خبر هست و انشاء هست. خبر الله تعالی خبر میدهد که ما پیغمبرها را فرستادیم، خبری گذشتگان، خبری زمانه گذشته و خبری زمانه آینده را در قرآن کریم نقل میکنه که تا اینکه ما از آن خبرها عبرت گیریم و در بعض جاها سپس الله تعالی امر میکنه. یعنی 100% قرآن فقط امر و نهی نیست، کنید نکنید نیست، بلکه گاه‌ها الله تعالی قصه‌های پیامبرها را نقل میکنه، گاه‌ها درباره آداب و اخلاق سخن میکنه. چیزی نمانده است مگر خدا در قرآن ذکر کرده است. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ما در این قرآن کریم یگان چیز فراموش نکردیم، هیچ نیست مگر در داخل قرآن ذکر آن هست. اگر قرآن را شخصی تلاوت کننده بگیرد و تلاوت کند، اولین آیتی که او را امر میکنه در 21مین آیت سوره بقره است. خدا چی میگوید؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم پروردگارتان را یگانه اعتقاد کنید و یگانه شمارید. این امر است. اولین امر نه نماز است، نه زکات است، نه روزه است، نه حج است. اولین امر از روی بدایت مصحف این امر به یگانه پرستی پروردگار است. اعبدوا ربکم، پروردگار خود را یگانه اعتقاد کنید و یگانه پرستش کنید. کسی را برای او شریک نبیارید، چیزی را برای او شریک نبیارید. اعبدوا ربکم، شما پروردگارتون را یگانه شمارید. الذی خلقکم، آن پروردگار شما پروردگاری که شما را آفرید، از عالم هستی نیستی به عالم هستی آفرید. انسان چیزی نبود. هل اتی علی الانسان، آیا انسان آن را به خاطر نمی آورد که یک روزی بود لم یکن شیئا مذکورا، چیزی نبود به خاطر کسی نمی آمد. الله تعالی انسان را آفرید. والله خلقکم، الله تعالی شما را آفرید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، الله تعالی شما را از شکم‌های مادراتان بیرون برآورد. لا تعلمون شیئا، چیزی را نمی‌دانستید. سپس برایشان بسیار چیزا با واسطه قلم و با واسطه دیگرها تعلیم داد. الله تعالی را عبادت کنید، یگانه شمارید، یگانه اعتقاد کنید پروردگاری که شما را آفرید. والذین من قبلکم، و آنهایی که پیش از شما ای امت اسلام آمده بودند در دنیا زندگی کردن، آنها را نیز الله تعالی آفرید. شما الله تعالی را یگانه اعتقاد کنید، یگانه پرستش کنید و الله تعالی چیزی را تومار و کزمالچاک و تقی اسب و دیگر چیزها را شریک نبیارید. اینها مانند خدا قدرت نداره، اینها هیچی نیستند. اگر شما الله تعالی را یگانه پرستش کنید لعلکم تتقون، شما اگر الله تعالی را یگانه اعتقاد کنید، یگانه پرستش کنید، الله تعالی را شناسید، شما شخص خدا پرست میشید. یعنی سبب خدا پرست شوی انسان این شناختن پروردگار است. وقتی که الله تعالی را میشناسد در نتیجه شخصی خدا پرست میشود. در دوامش الله تعالی در آیه 22 اولین نهیی که منعی که خدا در قرآن کرد آن را میگه. خدا ما را در قرآن چی گفت؟ دزدی نکنید گفت اول شده، زنا نکنید گفت. چی گفت خدا؟ اولین نهی، اولین منع از چی ما را خدا سر کرده منع کرد؟ الذی جعل لكم الارض فراشا، پروردگارتان را یگانه اعتقاد کنید، یگانه پرستش کنید.
آن پروردگاری که زمین را برای شما کورپه گردانید، زمین را برای شما هموار گردانید که تا اینکه شما در این خواب رفته توانید، نشسته توانید، راه گشته توانید. والله الذی جعل لكم الارض فراشا، پروردگار شما پروردگاری که زمین را برای شما هموار گردانید، و السماء، و آسمان را برای شما شیفت گردانید. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان را برای شما و بالای شما بنا و سقف و شیفت گردانید. و انزل من السماء ماء، و از آسمان برای شما آب را نازل کرد تا اینکه بعد آمدن آب باران فاخرج لكم من الارض، پس برآورد از زمین برای شما نباتات ها و میوه های رنگارنگ و گوناگون. الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، سپس از زمین برای شما میوه های گوناگون برآورد، رزقا لكم، همچون رزق برای شما، رزق های شما را الله تعالی آفرید، رزق های شما را الله تعالی بر ذمه خود گرفت. همون پروردگار یگانه اتخاذ کنید، انا همون پروردگار یگانه عبادت کنید. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پس مادامی که پروردگار عالم شما را و آنهایی که اما تقدم از شما زندگی کردن آنها را اگر آفریده باشد، آسمانها را برای شما بنا کرده باشد، زمینها را برای شما هموار کرده باشد، از آسمان برای شما آب نازل کرده باشد، از زمین برای شما میوه‌های گوناگون آفریده، رزق شما را آفریده باشد، فلا تجعلوا لله اندادا، پس شما با پروردگار شریک ها نمیارید. پروردگار را گذاشته دیگر چیزای عبادت نکنید. اولین نهی پروردگار در قرآن عظیم الشان، اولین ممنوع کرده پروردگار، حرام کرده پروردگار، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، شما با پروردگار عالم شریک ها نمیارید. پروردگار را عبادت نکرده دیگر چیزها را عبادت نکنید. الله تعالی در سوره بقره بیان کرد. این دلالت و مهم و عظیم بودن یگانه اعتقاد کردن پروردگار و یگانه عبادت کردن الله تعالی است. زیرا آن پروردگاری که این مخلوقات را خودش به یاری کسی آفرید، به مشورت و مصلحت کسی آفرید، و خود سزاوار عبادت است، سزاوار بندگی است، سزاوار اعتقاد است، سزاوار تعظیم و احترام است. در حدیث ها نیز جناب رسول الله فضیلت یگانه پرستی را بیان کردند. از آن جمله حدیثی که امام احمد و امام حاکم در مستدرک خود آوردند، حضرت موسی علیه السلام را پیغمبر خدا نقل کردند که روز موسی علیه السلام گفتند یا ربی علمنی دعاء ادعوک به، پروردگار برای ما یک دعای را تعلیم بده، یک ذکری را تعلیم ده که من با واسطه همون دعای و واسطه همون ذکر پروردگار عالم را عبادت کنم، دعا کنم، ذکر کنم. الله تعالی گفت قل یا موسی لا اله الا الله، ای موسی تو لا اله الا الله بگو، غیر الله تعالی دیگر ذات و شخص و چیز نیست که برای انسان فایده آورده تواند و ضرر را از او دور کرده تواند، این غیر الله تعالی، غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست. یگانه خدای برحق، معبود برحق این الله است. دیگر خداهایی که هست اینها باطل هستند، اینها نه از دست آنها چیزی نمی آید، نه از سلیم و بلا را دور کرده میتواند و نه به سلیم و فایده را جمع کرده میتواند. معنای لا اله الا الله است. قل لا اله الا الله، این موسی لا اله الا الله گفت. وقتی که طلب کردن که برای من یک ذکر را تعلیم ده، یک دعا را تعلیم ده که با آن تو را عبادت کنم، سپس موسی گفتن که یا رب کل عبادی که یقولون هذا، ای پروردگارا این لا اله الا الله تمام بندگان میگویم من کلیم الله هستم، یک پیغمبری هستم که الله تعالی همراهی من علانیتا صحبت کرده است. همراهی موسی خدا بی‌واسطه سخن کرده است. وقتی که خداوند به موسی گام زد، موسی با گوششون
سخن پروردگار عالم را شوید و کلم الله موسی تکلیما. الله تعالی با موسی گپ زد. منها من کلم الله، از بین پیغمبرای هستند که خدا با همراهی و به واسطه سخن کرد. موسی در زد. موسی گفت که پروردگار من پیغمبر خدا باشم، شخصی که خدا مرا اختیار کرده از بین مردم. این لا اله الا الله رو همه میگویند برای یک دعایی را تعلیم ده که دیگران نمیدانسته باشند. سپس الله تعالی که یا موسی، ای موسی گفت لو ان السماوات السبع يعاملهن غيري والارضين وما بينهما. ای موسی اگر 7 قبض آسمان و اون مخلوقات و موجوداتی که در آسمان ها هست غیر من، دیگر باقی مانده تمام مخلوقات من، زمین و آن چیزی که در زمین است و آن مخلوقاتی که بین زمین و آسمان است، همه آنها در یک پهلوی ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در پهلوی دیگری ترازو گذاشته شود، لمال بهن لا اله الا الله. لا اله الا الله غلبه میکند، وزنی میکند اینقدر مخلوقات بزرگ را. یعنی این لا اله الا الله کلمه‌ای که خداوند برای تحقیق کلمه، برای حقیقی گردانیدن کلمه 124,000 پیغمبر و 315 پیغمبر را فرستاد، زمین و آسمان آفرید، مخلوقات آفرید تا اینکه همه دانند که در این عالم غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست. این کلمه است که 950 سال نوح علیه السلام به همین دعوت کردند. تمام پیغمبران به همین کلمه دعوت میکردند. خلاصه دین مقدس اسلام همین است. بنابراین اگر یک پهلوی ترازو لا اله الا الله گذاشته شود و دیگر پهلوی ترازو همه مخلوقات گذاشته شود، لمعنت بهن لا اله الا الله. لا اله الا الله غلبه میکند. بنابراین لا اله الا الله گفتن این فرقی ندارد از پیغمبر و غیر پیغمبر. این دلالت به مهم بودن خداپرستی یگانه پرستی است.